درس 4. مدرسه خرگوش ها. بچه خرگوش ها منتظر معلم بودند. معلم با سبد هویج وارد شد. سلام کرد و پرسید: بچه ها، فکر میکنید چرا خدا به ما گوش داده است؟ پشمالو دستش را بلند کرد و گفت: آموزگار لبخند زد و پرسید: اگر گوش نداشتیم چه میشد؟ دم پنبه‌ای جواب داد. چشم قرمزی پرسید. این بار خاکستری جواب داد. مثلا صدای روباها و شغلها رو نمیشنید. آفرین، باریکلا. برفی ادامه داد. خیلی چیزها هم لذت نمیبردیم، مثل صدای پرنده ها و سرود خواندن بچه ها. آموزگار ادامه داد: پس داشتن گوش‌های سالم خیلی مهم است. بچه‌ها، چگونه میتوانیم از گوش‌هایمان سالم نگه داریم؟ دم پنبه‌ای جواب داد. مواظبت کنیم و همیشه آنها را تمیز نگه. زنگ مدرسه که به صدا درآمد، معلم گفت: بچه ها، این هویج ها جایزه شماست که فکر کردید و پاسخهای خوبی دادید. چند دقیقه بعد بچه خرگوش ها هویج در دست با خوشحالی از کلاس بیرون رفتند.